بعضی موقع نمیدونی دارید به توهین میشی یا مثلا چی دیگه است. یه بار من کوچیک بودم بلانت بعد خریمون گم شد، بعد بابا بزرگم گفت برو حتما باید پیداش کنی. رفتم اون صحرا پیداش کردم، یه ماشینم داشت می اومد، اینو وانتی بودم، این بلانت بعد خرو چوکلنگش گرفتم این بالا سوارش کردم، اینا خودم هم جلو نشستم. وقتی اومدیم اینجا بعد بابا بزرگم خیلی تشکر کرد از راننده، گفت فلا کرایه چقدر شد؟ گفت که خرو که هیچی اصلا نمی بالا بوده و اینا مشکلی نداره، 1000 تومن، ولی بچه خودش 2 تومن بیشتر نی، 2 تومن بچه اونم 1000 تومن. ده بابا بزرگم گفت که نمیشه ببخشی که 2 تایشون خر حساب کنی، اینم قیمت جفتش خر حساب بکن خیرشو ببینی. هم قیمت. گفتم نمیدونم راننده نمیدونم توهین کرده، از کمکمون نمیدونم.